وحید مرادی، معروف به عقاب ایران، یکی از چهره‌های جنجالی و پرحاشیه در تاریخ جنایی معاصر ایران بود. او در 11 تیر ماه 1397 در زندان رجایی شهر کرج به قتل رسید. ماجرای زندگی و قتل او از یک جنایت شخصی شروع شد و به یک تراژدی پیچیده در زندان تبدیل گردید که در ادامه به تفصیل شرح داده می شود. آغاز ماجرا قتل حسین گودرزی، وحید مرادی پس از آزادی از زندان در تاریخ 26 اردیبهشت 1397 در یک مهمانی در خیابان ولنجک تهران با دوست نزدیکش حسین گودرزی درگیر شد. در جریان این درگیری وحید با ضربه چاقو حسین را به قتل رساند. پس از این حادثه وحید به قصد فرار از کشور به سمت مرز ترکیه حرکت کرد، اما در نزدیکی مرز توسط پلیس دستگیر شد. او به زندان رجایی شهر کرج منتقل گردید. ورود به زندان و تهدیدات احتمالی. پس از انتقال به زندان رجایی شهر با توجه به سوابق خشونت‌آمیز وحید و احتمال وقوع خطر برای او ابتدا به بند خصوصی منتقل شد، اما پس از چند روز به درخواست خانواده‌اش به بند عمومی بازگشت. این تصمیم ممکن است زمینه‌ساز درگیری‌های بعدی شده باشد. درگیری مرگبار در هواخوری در تاریخ 11 تیر ماه 1397 در حین هواخوری زندانیان در زندان رجایی شهر، درگیری شدیدی بین وحید مرادی و گروهی از زندانیان رخ داد. در این درگیری وحید با ضربات متعدد چاقو یا تیزی‌های دستساز به شدت مجروح شد و جان خود را از دست داد. برخی منابع اعلام کردند که وحید با 5 ضربه چاقو کشته شده است. شناسایی و محاکمه متهمان. پس از وقوع قتل تحقیقات آغاز شد و تعدادی از زندانیان با عنوان متهم در این پرونده شناسایی شدند. در نهایت سعید با عنوان متهم اصلی قتل معرفی گردید. او پیش از این به اتهام قتل در خارج از زندان محکوم شده بود و پس از پرداخت دیه از قصاص رهایی یافته بود. حکم دادگاه و واکنش‌ها. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل وحید مرادی متهمان را به مجازات‌های مختلفی محکوم کرد. برخی از متهمان به حبس‌های طولانی مدت و یکی از آنها به اعدام محکوم شد. این احکام با واکنش‌های مختلفی از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها مواجه گردید. تحلیل و نتیجه‌گیری. ماجرای قتل وحید مرادی در زندان رجایی شهر نشان دهنده پیچیدگی‌های سیستم قضایی و زندان‌های ایران است. این حادثه از یک جنایت فردی آغاز شد و به یک تراژدی جمعی تبدیل گردید که سوالات زیادی را در مورد امنیت زندانیان، سیستم قضایی و نحوه برخورد با مجرمان خطرناک مطرح می‌کند.